65% مکتب‌های غور ساختمان ندارد و شاگردان آن در فضای باز آموزش می‌بینند. مسئولان ریاست معارف غور در نشستی که به منظور ارائه فعالیت‌ها و دستاوردهای سال روان خورشیدی برگزار شده بود گفتند که از میان 840 باب مکتب تنها 285 باب آن ساختمان دارد و شاگردان در دیگر مکتب‌ها در فضای باز یا زیر خیمه‌ها آموزش می‌بینند. از لحاظ سرپناه به تعدادی 285 باب مکاتب ولایت غور دارای تعمیر هست که به گونه اساسی و پخته فقط شاگردان در اونجا مصروف آموزش هستند و همچنان به تعدادی 555 باب مکاتب ولایت غور فاقد تعمیر هستند که در فضای باز اونا مصروف پروسه ها و برنامه‌های آموزشی هستند. وقتی که ما این از لحاظ فیصدی بررسی بکنیم در کل مکاتب ولایت غور 35% دارای تعمیر هستند، اما با تأسف 65% مکاتب ولایت غور بدون تعمیر هست که شاگردان در فضای باز مصروف پیشبرد امورات تعلیم و تربیه هستند. مسئولان ریاست معارف غور همچنان میگویند که در کنار کمبود ساختمان آموزشی شماری از مکتب‌ها در این ولایت با کمبود کتاب‌های درسی و آب آشامیدنی نیز روبرو هستند. رئیس معارف غور در این نشست بر شفافیت، پاسخگویی و تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی خصوصی و مردم برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش تاکید کرد. پایه اساسی و ابتدایی یک جامعه را معارف تشکیل می‌دهد. اگر از ابتدا این ستون و این پایه اصلی کج گذاشته شد، متزلزل گذاشته شد، تا آخرین اون جامعه متزلزل خواهد بود. ما از شما، از تمام رؤسای محترم، دوایر دولتی و از تمام اقشار این جامعه ما تقاضا میکنیم که ما را راجع به معارف و تعلیم و تربیه همکاری و یاری کنید تا بتوانیم یک معارف و تعلیم و تربیه سالم داشته باشیم. برخی شرکت کنندگان نشست با قدردانی از تلاش‌های ریاست معارف غور حمایت خود را از برنامه‌های آموزشی اعلام کرده و بر نقش مهم بزرگان و علما در آگاهی جامعه تاکید کردند. ما امروز در یک جلسه قرار داریم که بر محور تعلیم و تربیه و پرورش و آموزش گرد هم جمع شده ایم. این یک بخشی از مأموریت ما علما در بین جامعه است. فقط به این بسنده نمی کنیم که کتابی رو باز کنیم برای مردم یاد بدهیم چیزی رو، بلکه در تمامی ابعاد، در تمامی زمینه ها علما پیش قراولن، پیشتازن، مسئولن، مأموریت و رسالت دارن. حتی انجینر و حتی نانوایی رو که در داخل کوچه و بازار برای ما و شما نان تهیه می کند، مسئولیت اصلاحی او، این که راهنمون بشه، اونو به مسیر درست راهنمون بکند، مسئولیت اونمو به گردن من و شما عالم است. از دستاوردهای مهم ریاست معارف غور در سال روان خورشیدی میتوان به ساخت و بازسازی 10 مکتب و مدرسه دینی، افزایش جذب دانش آموزان، ایجاد مراکز سوادآموزی برای مهاجرین و اقشار مختلف، بهبود کیفیت آموزش، راهاندازی برنامه‌های آموزشی جدید، نظارت و ارزیابی منظم مکتب‌ها و معلمان و تلاش برای تقویت روند آموزشی اشاره کرد. مسئولان ریاست معارف غور همچنان در این نشست گفتند که در این ولایت 840 باب مکتب و 619 باب مدرسه دینی وجود دارد. مدارس دینی مشغول آموزش و فراگیری علوم هستند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.